Qirg'iz Respublikasi Vakili parlament Qirg'iziston Sharapatkan Majitova پیشنهاد کرده است که در قرقیزستان پوشیدن نقاب و گذاشتن ریشی دراز منع کرده شود. خبر می‌دهد کاکتوس مدیا. قبلا او این تشبس را در جلسه ژاگورکو کنش پیشنهاد کرده بود. لایحه قانون حالا در سامانه پارلمان برای محاکمه عمومی گذاشته شده است. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен алар Majitova پیشنهاد میکند که با کودکس حقوق ویرانکنی ها تغییرات وارد کرده شده از شخصان علاهیده به اندازه 20 ارزش نشان دهنده حسابی یعنی 2000 سوم جریمه بسته شود و یا به مهلتی تا 30 ساعت به کار جمعیتی جلب کرده شوند. اگر عملی مذکور پس از تطبیق جزا تکرارا صادر شود به شخصان علاهیده به اندازه تا 40 ارزش نشان دهنده حسابی یعنی 4000 سوم جریمه بسته شود و یا به مهلتی تا 40 ساعت به کارهای جمعیتی جلب کرده شوند. Кече жакында Өзбекстан Majlisi муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. یادداشت میکنیم که در آخر ماه اکتبر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با کودکس جنایی و کودکس جوابگری ماموری که جوابگری برای پوشیدن نقاب و هر گونه تصویب بسیار زنی را ifade میکند امضا نمود. Jamoat joylarida bundan buyon shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanadi. ناظران قید میکنند که قرقیزستان تا چندی پیش یگانه کشور در آسیای مرکزی بود که در آن رعایت احکام اسلام کم و بیش نمایان میشد. پس از به قدرت رسیدن صدر جاپاروف این وضع به طور کلی تغییر یافت. حالا در قرقیزستان نیز تمایل عمومی آسیایی در سمت کلا نابود کنی اسلام مشاهده می شود. قابل ذکر است که اکثریت در قرقیزستان صدر جاپاروف را یک مسلمان صمیمی می‌دانستند و مردم این کشور منتظر آن بودند که با بسر قدرت رسیدن او دوره طلایی اسلام آغاز می‌گردد. در اصل واقعیت تماما دیگر شد. جاپاروف در انتخابات پیروز شده با اجرای طلب‌های کوراتورانی روسیه‌اش درباره نسو نابود کردن دین در کشور شروع کرد. در کشور سرکوب‌های گسترده سیاسی را آغاز نمود و نهایت از اصول دست داشته دیکتاتورها استفاده برد. به خاطر بالا بردن ریتینگ خود و فعال کردن حسیات وطن پرستی در مردم با کشور همسایه نزاع افروخت. Hey!